السؤال 11. سوال 11. ما الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر چیست؟ جواب هو صرف العبادة لغیر الله، او انجام دادن یا تغییر دادن عبادت به غیر الله است. یعنی کسی عبادت به غیر الله بکنه که دعایی، مثل دعا کردن، و نذر و نذر. بناهن هر کسی که هر عبادتی را به غیر از الله به هر مخلوقی که انجام بده، او شرک اکبر است. بلند کردن دست دعا و یا انجام دادن نظر به مخلوق. الدلیل من القرآن الكریم، دلیل ازی از قرآن عظیم الشان آیت شریف است: قل انما ادعو ربی. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، انما یقینا که ادعو، من که پیغمبر الله هستم، خودم طلب میکنم یا دست دعا بلند میکنم ربی، به بارگاه رب عز و جل، رب خود که رب العالمین است. ولا اشرک به احدا، و هیچ کس را به الله شریک نمیگردانم. سوره جن آیت 20. الدلیل من السنه، دلیل السنه، قال صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اکبر الکبائر الاشراک بالله، بزرگترین گناهان بزرگ شریک ساختن یا شرک به الله متعال می باشه. حدیث صحیح البخاری هست. السؤال الثاني عشر، سوال 12. ما ضرر الشرك الأكبر؟ ضرر شرک اکبر چی هست؟ جواب الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار. الشرك الأكبر یعنی شرک بزرگ است. چی میکنه؟ یخلد صاحبه فی النار، بر دائم اما کسی که این شرک انجام میده او را در آتش دوزخ داخل میکنه. یعنی شرک اکبر سبب خلود انسان در آتش دوزخ میشه. الدلیل من القرآن، دلیل از قرآن عظیم الشان آیت شریف است که انه یقینا که من یشرک بالله، هر کسی که شرک به الله سبحانه و تعالی بیاره، فقد حرم الله علیه الجنه، یقینا که الله متعال حرام میکنه بالای از او جنت، و مأواه النار، و جایگاه انسان آتش دوزخ می باشه. اما دلیل ازی من السنه، الدلیل من السنه، دلیلش از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هی است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن: من مات، هر کسی که بمیره، یشرک بالله شیئا، در حالی که او به الله چیز را شریک گردانیده باشه، دخل النار، داخل دوزخ میشه. متفق علیه، این حدیث به اتفاق بخاری و مسلم روایت شده است. حدیث نمبر 13 یا سؤال نمبر 13: هل ينفع العمل الصالح مع الشرك؟ هل آیا ينفع العمل الصالح، عمل صالح منفعت میرسانه برای انسان، مع الشرک، به امرای شرک؟ یعنی اگر یک انسان به شرک هم مبتلا باشه و اعمال صالحه بکنه، آیا اعمال صالحش برش منفعت میرسانه؟ جواب لا. جوابش است که نخیر. چرا عمل صالحه به امرای شرک منفعت نمیرسانه؟ لأن الشرك يحبط، لأن الشرك يحبط العمل كله، بخاطر از که شرک تمامی اعمال نابود میکنه. الدلیل من القرآن العظیم، دلیل از قرآن عظیم الشان چی هست؟ الله متعال میگه ولو اشرکو، اگر این مردم شرک بیاورند، لحبط عنهم ما كانوا یعملون، نابود میشه از ایشان ما آنچه که كانوا یعملون، عمل میکردن. یعنی وقتی انسان شرک بیاره، تمامی اعمالشان نابود میشه
و اعمال صالحه به امرای شرک هیچ منفعتی بر انسان رسانده نمیتونه. الدلیل من السنه، و ما دلیلش از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چیست؟ قال صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی میگه که قال تعالی، میگه الله متعال فرمودن من عمل عملا اشرک فیه معی غیری، من عمل عملا، هر کسی که یک عمل را انجام بده اشرک فیه که شریک بسازه در او عمل خود، معی به امرای ما، غیر از ما کسی دیگه را، ولو ملائکه باشه یا پیغمبر باشه یا نبیین یا صدیقین یا شهدا یا صالحین یا هر کسی از مخلوق بت باشه و یا قبر باشه، اگر کسی از اونا را در عمل خود به امرای ما الله متعال میگه شریک بسازه، ترکته و شرکه، او را میگذارم و شرکش را. بناهن عمل صالح به امرای شرک هیچ منفعتی برای انسان نمیرسانه. سوال 14: هل الدعاء عبادة لله تعالى؟ آیا دعا عبادت است برای الله سبحانه و تعالی؟ یعنی آیا دعا هم عبادت است؟ جواب نعم، بله، دعا عبادت است. الدعاء عبادة لله تعالی، دعا عبادت است برای الله سبحانه و تعالی. الدلیل من القرآن، بگه دلیلش از قرآن چی هست که دعا عبادت است؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال ربكم، الله متعال میگه وقال ربكم، و رب شما فرمود ادعونی، طلب از ما بکنین، دست دعا به بارگاه ما بلند بکنین، استجب لكم، تا من برای شما اجابت نمایم. و دلیلش از سنت چی است؟ الدلیل من السنه، قال صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن الدعاء هو العباده، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که دعا عبادت است. حدیث ابو داود روایت کرده و صححه الالبانی و شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله گفتن که حدیث صحیح است. سؤال 15: ما حکم دعاء غیر الله کالاولیاء؟ حکم دعای غیر الله مثل اولیاء چی هست که یک کسی دست خدا به بارگاه اولیاء الله بلند بکنه؟ جواب: دعاهم شرک یدخل النار، دعایشان یا بلند کردن دست دعا به بارگاه از اونا شرک است، یدخل النار، که انسان داخل دوزخ می سازه. الدلیل من القرآن، دلیل از قرآن عظیم الشان ای هست که الله متعال میگه فلا تدعو مع الله اله آخر، فلا تدعو، پس طلب مکن، دست دعا بلند مکن، مع الله به امرای الله سبحانه و تعالی، اله آخر به معبود دیگری، فتکون من المعذبین، در آن صورت باز میشی از جمله کسانی که به عذاب مبتلا میشوند. و دلیلش از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ای هست که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من مات، هر کسی که بمیرد و هو یدعو من دون الله، و او طلب میکنه در مشکلات خود یا دست دعا را بلند میکنه بغیر از الله، و یا طلب میکنه به الله ندن شریکی را و از او شریکش چیز را میخواه، دخل النار، ای داخل دوزخ میشه. حدیث صحیح البخاری است که صحیح البخاری او را روایت کرده.